دموکراتیک تاجیکستان فلان جنایت تجاوز را صادر کرد. من اگرچه طرف دیگر نهضت ما را خیلی در این باره تنقیح کردن، تهمت کردن، ولی به من این خبر خوش نآمد. کسی از دوستان بود، من گفتم که ببینید الکی این روند رو شروع کردن در تاجیکستان که خیلی آینده بد دارد. یعنی اون طرف فکر کرد که فقط نهضت رو ضربه میزند، با آغاز کردن آن که نهضتی‌ها جنایت کردن خودشون دری یک روندی را باز کردن که بومرنگ، این قانون بومرنگ هست، بر خودشون برمیگردد. الکی مردم عادت کردن میگن که خب فلان نماینده حزب خلق دموکراتیک هم جنایت کرد، فرزند فلان منصبدارم جنایت کرد. بنابر همین باید که نسبت این مسئله ها باید بسیار احتیاط کرد. اما درباره آن که نهضتی ها را کی باید حمایت کند، درست من در اون صحبت اوله گفتم که نهضتی ها را باید هممون یک جای حمایت کنیم. حتی بعضی ها گفتن طرز دیگر فهمیدن که گویا من گفته باشم که مرا شما حمایت کنید. هممون را اولش خدا حمایت کند، بعدا نیروی ما در یکدیگر بودن است. ولی من مخالف اعتراضهای شدید و خشونتبار هستم. بله، اعتراض در شکل میتینگ، پیکت، دمونستراسیا یا راهپیمایی این حق قانونی ما هست. کنستیتوسیون جمهوری تاجیکستان و قانون جمهوری تاجیکستان درباره گردی همایی ها قانونی مخصوص داریم، ما این را اجازه داده است. اگر هر کدای ما بخوایم که اعتراض کنیم، گردی همایی کنیم، طبق مقررات این قانون می توانیم گردی همایی کنیم. ولی چرا تا امروز از این وسیله قانونی استفاده نشد؟ به خاطر آنکه ما دعوت میکنیم همیشه به صبر. البته ما را بسیار تنقید کرده ایستند که صبر تا کی شما صبر میکنید. من همیشه میگم که در 40 سالگی هم گفته بودیم صبر ما سلاح ما است، قدرت ما در همین صبر ما است. بگذار تنقید کنن. حتی ببینید که اعضایان حزب خودمون هم دیگر اعتراض کرده ایستادن. اون نظرسنجی که در جلسه ماه گذشته گذراندیم برای من راست بگم نتیجهش بسیار تعجب آور بود. همتون اعضایان فعالان حزب شتگی بوده. در این طالب سوال گذاشته شد که از سیاست صبر و تحمل رهبریت حزب چند درصد پشتیبانی میکنید؟ 32% از فعالان حزب نهضت پشتیبانی کردند. 32%. 26% آقای محمد کریم دیاتون است، رقم 26% بود نه؟ در مجموع 26% طرفدار گردی همایی. یعنی چند سوال بود